سلام، امروز میخوام یه قیم پلوی خوشمزه بهتون یاد بدم. 3 پیمانه برنج رو قشنگ شستم و گذاشتم روی گاز تا آب کشش کنم. 2 عدد پیاز متوسط رو خورد کردم و بهش نمک و فلفل زرچوبه زدم تا قشنگ سرخ بشه. وقتی که قشنگ طلایی شد گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه کردم. من برای قیم پلو از سیب زمینی نگینی هم استفاده می کنم. 1 عدد سیب زمینی متوسط رو نگینی خورد کردم و سرخ کردم که بعد بریزم داخل مواد قیم پلو. وقتی که گوشت و پیاز قشنگ تفت داده شد روب گوجه رو بهش اضافه کردم. بعد لپه رو بهش اضافه کردم و قشنگ مخلوط کردم و سیب زمینی هم بهش اضافه کردم. وقتی که قشنگ مخلوط شد اونو با برنجی که آب کش کرده بودم مخلوط میکنم. وقتی که برنجم رو آب کش کردم برای تدیگش از سیب زمینی استفاده کردم. بعد مواد قیمه رو با برنج قشنگ مخلوط کردم و گذاشتم تا دم بکشه. بچه ها شما هم به همین روش امتحان کنید که خیلی خوشتون میاد و خوشمزه است. و در آخر یه ماست خیار خوشمزه هم درست کردم. این کلیپ رو تا آخر ببین، لذتشو ببر. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که از من حمایت میکنید.